آیین تیغ، ایمان مرگ. نویسنده قاسم قرداغی. این مقاله را میشنوید با صدای من، مریم درخشش، از آوای بوف. نظام اسلامی از همان نخستین روزهای استقرارش بدن زن را میدان نبرد ایدئولوژیک خود تعریف کرد. حجاب اجباری نه فقط یک قانون ظاهری بلکه ابزاری بود برای تعریف زن به مثابه ناموس، متعلق به دیگری و نیازمند مراقبت از خود. این تعریف پایه‌ای ترین حق زن برای زیستن آزاد را انکار کرد و راه را برای هزاران خشونت پنهان و آشکار هموار نمود. وقتی زنی در خیابان کشته می شود، ما نباید بپرسیم قاتل کیست، بلکه باید بپرسیم نظام چگونه این قتل را ممکن ساخت. قتل الهه نه حاصل انحراف یک مرد، بلکه محصول فرایندی تاریخی از انکار، تحقیر و حذف نظاممند زن در جامعه‌ای است که به لطف ترکیب دین و قدرت حقیقتاً به جهنمی برای زیست آزاد بدل شده است. مرد قاتل ابزار است، بازوی اجرایی ساختاری که در آن زن تنها در صورتی محترم است که مطیع باشد، پوشیده باشد، در خانه بماند و اعتراض نکند. این جنایت برخلاف خوانش‌های ساده انگارانه‌ای که بر فقر یا انحراف فردی تاکید دارند، در بستر یک نظام عقیدتی، حقوقی و سیاسی رشد کرده که خشونت علیه زنان را نه تنها ممکن بلکه مشروع و نهادینه کرده است. اما فراتر از روایت‌های خشم و سوگ، باید به سکوت ساختار نیز نگریست. نهادهایی که تنها مسئولیتشان شستن دست از مسئولیت است. از پلیس گرفته تا پلتفرم‌های حمل و نقل تا صدا و سیمایی که حتی جسارت اعلام اسم مقتول را هم ندارد. همه این نهادها در پی تطهیر خود هستند. قاتل عضو ما نبود. ما مسئول امنیت معابر نیستیم. قتل یک مسئله شخصی است. اینها دروغ‌های رسمی هستند که با زبان تکنوکراتیک مرگ آور سعی در عادی سازی فاجعه دارند. آنچه کشته شد فقط الهه نبود، بلکه حقیقت بود، امید بود، آینده‌ای بود که می‌توانست بهتر باشد. ما همچنین با فاجعه‌ای در سطح افکار عمومی مواجهیم، جایی که آگاهی به جای آنکه به خشم پایدار و مطالبه‌گر بدل شود، به واکنش‌های زودگذر در شبکه‌های اجتماعی تقلیل می‌یابد. در اینجا از جامعه‌ای حرف می‌زنیم که توان سیاسی سازی رنج را از دست داده است. نظام باهوشتر از آن است که قتل را انکار کند، بلکه آن را در انبوهی از خبرها دفن می‌کند. دفنی بی سر و صدا که نه با سانسور بلکه با اشباع اطلاعات صورت می‌گیرد. هر قتل وقتی در کنار ده‌ها خبر دیگر قرار می‌گیرد بی اثر می‌شود و آنچه باقی می‌ماند خاطره‌ای مبهم است، نه جرقه‌ای برای خیزش. در پس این وضعیت باید به ریشه‌ترین پرسش‌ها برگشت. چرا قتل زن در جمهوری اسلامی اینقدر تکرارپذیر و بی‌هزینه است؟ چرا هیچ جنایتکاری از آمر تا مباشر از ساختار طرد نمی‌شود؟ چرا قربانی نه فقط توسط قاتل بلکه توسط ساختار و گفتمان رسمی نیز مجازات می‌شود؟ پاسخ در همدستی ایدئولوژی دینی با سازوکارهای سیاسی است. دین به ویژه در قرائت شیعه سیاسی زن را نه انسان بلکه ابزار می‌داند برای تولید نسل، برای حفظ اخلاق، برای حفظ نهاد خانواده‌ای که خود بنیاد قدرت مردانه است. و سیاست با تسلیم به همین ایدئولوژی دستگاهی ساخته است که در آن هر قتل تنها استثنایی است در نظم خداداد امور. ما در شرایطی هستیم که دیگر نمیتوان صرفاً با نقد فردی یا کمپین‌های مقطعی امید به تغییر بست. تا زمانی که دین از سیاست جدا نشود، تا زمانی که قانون به جای قرآن نایستد، تا زمانی که بدن زن از حیطه کنترل و نظارت خارج نشود، قتل‌های الهه، مهسا، رومینا و هزاران زن دیگر ادامه خواهند یافت. ما با نظامی مواجهیم که خشونت را نه فقط نادیده میگیرد، بلکه در مواردی آن را ترویج میکند. از تریبون‌های نماز جمعه گرفته تا کتاب‌های درسی، همه در حال بازتولید گفتمانی‌اند که زن را مسئله می‌بیند، نه انسان. این نگاه باید دگرگون شود، اما نه با گفتگو، نه با نصیحت، نه با سازش. دگرگونی تنها با برهم زدن بنیادها ممکن است. بنیادهایی که در آن دین، سیاست همدست شدند تا سلطه را مقدس جلوه دهند. هر زنی که کشته می‌شود شاهدی است بر این اتحاد نامقدس. و ما اگر مدعی مبارزه ایم باید این ساختار را نه فقط افشا که متلاشی کنیم. باید بپذیریم که قتل الهی حسین نژاد یک جنایت نیست، بلکه سندی است از ورشکستگی کامل اخلاقی، سیاسی و تاریخی یک نظمی که نه اصلاح پذیر است، نه قابل ترمیم.
این نظم باید برچیده شود در تمامی ارکانش، از قانون گرفته تا زبان، از مسجد تا مجلس. تنها آنگاه است که دیگر الهه‌ای قربانی نمی شود، چرا که جامعه‌ای نو، سکولار، برابر و آزاد بر خاکستر این تاریخ خونین بنا خواهد شد. اما چگونه؟ این پرسشی است که در میانه فریادها گم می شود و در پایان هر ماتم بی پاسخ می ماند. آنگاه که پیکر بعدی به خاک سپرده می شود و ما بار دیگر با چشمان خیره به صفحه تلفن سوگ تازه‌ای را ورق می زنیم. اما تغییر با مرثیه نمی آید. با تحلیل‌های تکراری، با پست‌های خشم آلود، با ادای روشنفکری در کافه‌ها یا حتی با خطابه‌های دانشگاهی نیز حاصل نمی شود. تغییر پیش از آنکه بیرونی باشد یک جدال درونی است، با ترس، با تقدس، با رضایت از وضعیت، با توهم بی‌تقصیر بودن. تا زمانی که ایده خدا همچنان در تار و پود روان جامعه لانه کرده، تا زمانی که دین و نهادهای مذهبی به عنوان مرجع نهایی اخلاق باقی ماندند، ما حتی از شروع راه هم دوریم. ساختار سرکوب فقط با ابزار سرکوب پابرجا نیست، با ذهنهایی که از پرسشگری عمیق‌تر می‌ترسند باز تولید می‌شود. باید پذیرفت که داس را تنها جانیان مذهبی در دست ندارند، بلکه دست‌های لرزان با قلب‌های پر از شک گاه ناخواسته آن را نگه می‌دارند. سکوت‌هایی که برای حفظ ظاهر است، سازش‌هایی که برای امنیت شخصی است، همه در تقویت همین نظم کشنده شریکند. اما حتی آگاهی اگر تبدیل به عمل نشود، خود به ابتذال می‌رسد. خشم باید سازماندهی شود، نه در فرم واکنش لحظه‌ای، بلکه در قالب کنش پیوسته و مستمر. در دل این تاریکی تغییر نه با انقلاب‌های یک شبه، نه با ظهور ناجی که با شبکه‌های کوچک از کنشگران، گروه‌های خودسازمان یافته، افرادی خسته از تماشا و مصمم به مداخله آغاز خواهد شد. کسانی که حاضرند بخوانند، بیاموزند، گفتگو کنند، درک کنند، آموزش دهند و فراتر از همه بایستند، نه فقط در خیابان که در ذهن، خانه، دانشگاه و زبان روزمره. همه چیز از زبان شروع می شود. از جایی که کلمات دیگر قربانی سانسور خودخواسته نیستند. از جایی که واژه‌هایی چون زن، تن، آزادی، خدا، خشونت و انتقام به جای آنکه در خدمت قدرت باشند، به ابزار آزادی بدل می‌شوند. از جایی که ما دیگر از گفتن اینکه دین کشنده است ابایی نداریم. آن لحظه که حتی در دل خانواده در گفتگوی ساده‌ای سر سفره غذا پرسشی کوچک علیه تقدسات پرسیده می‌شود، آن لحظه شکست نخستین دیوار است. ما باید بیاموزیم چگونه اندوه خود را به ابزار بدل کنیم. خشم را باید از ساحت واکنش به حیطه ساختار آورد. مرگ الهه آخرین نخواهد بود، مگر آنکه مرز بین مشاهده‌گر و مسئول را در هم شکنیم. مگر آنکه از خود بپرسیم چرا هر قتل فقط تا پایان همان روز در ذهن ما زنده است؟ چرا پیکر زن مدام سوژه قربانی بودن است و نه آغازگر یک قیام فکری؟ چرا ایمان هنوز از نقد مصون است؟ و مهمتر از همه، چرا هنوز زنده ایم ولی نمی جنگیم؟ شاید زمان آن رسیده باشد که از ستایش واکنش به تمرین مقاومت عبور کنیم. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای پرسیدن از رژیم از خود بپرسیم: من در این لحظه در کجای این جنایت ایستادم؟ من که میدانم و باز سکوت میکنم، آیا شریک جرم نیستم؟ ما دیگر نمیتوانیم مدعی بیگناهی باشیم. تماشا هم نوعی مشارکت است، همان گونه که تقدیس داس است، همان گونه که انفعال زنجیر است، همان گونه که فراموشی قبر دوم است. و شاید بتوان از همین نقطه آغاز کرد، جایی که من دیگر تماشا نمی کنم، جایی که ما از خاکستر این پیکرهای بی‌دفاع پیکری تازه برای انسانیت می سازیم، بی نیاز از آسمان، بی نیاز از اجازه. قاسم قره‌داغی، 18 خرداد 1404.